روز شنبه هست و من شالای گلخوجه برای شما یک اعلان دارم. طبعا همه شما میدونید فردا 11 اکتبر مردم تاجیکستان برای 7 سال آینده پرزیدنت خود را انتخاب میکنند و رادیوی آزادی تصمیم گرفته است که برای شما عزیزان تا اینکه از جریان این معرکه مهمی سیاسی آگاهی پیدا کنید 3 برنامه خاص را تهیه نماید. این برنامه ها در پخش مستقیم 30 ساعتی یعنی نیم ساعتی تقدیم شما می شود. به وقت دوشنبه من ساعت را برای شما میگم تا اینکه شما نوشته کنید و برنامه های ما را تماشا کنید. برنامه یکم در پخش مستقیم شروع می شود ساعت 7 تا 7:30 به وقت دوشنبه. برنامه دوم از ساعت 10 تا 10:30 ادامه می کند و برنامه سوم چون همیشه ساعت 1 تا 1:30 به وقت دوشنبه است. و باید بگم که همکاران ما از مناطق مختلف تاجیکستان و همچنین از شهرهای گوناگون روسیه برای شما گزارش را تهیه خواهند کرد و ما برای شما میگوییم که کی و در کجا و چگونه رای خود را خواهد داد. سلام شهلا. بله. و من هم دنبال بعضی این آمادگی های سفارتخانه ها در اروپا، در آسیا، در امریکا هستم و الکی سفارت آلمان در سامانه خودش یعنی که یک نقطه رای را در برلین باز کرده است و میخواد که هم شهروندان تاجیکستان در آلمان، در چخیا و در لهستان میتونن بیان فردا رایشون را بدین و همین حالا نماینده یعنی سفارتخانه کویت نیز به ما اطلاع داد که اونا نقطه رایشون را باز کردن و فردا آماده هستن و فردا شهروندان میتونن بیان رایشون را بدین. خب خواهیم دید که فردا آیا تا کجا شهروندان تاجیکستان که در خارج از کشور هستند میروند تو اینکه پرزیدنت آینده خودشون را انتخاب کنند. همچنین باید بگم به همکاران دیگری ما مسئول وبسایت رادیو آزادی کامرسیات و همچنین همکار عزیز دیگری ما مومن احمدی که مسئولیت پیشبری شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام رو بر عهده دارند با ما در برنامه پیوست میشوند فردا و خواهند برای شما قصه کرد که چی میگذرد در شبکه‌های اجتماعی و کاربران چی مینویسند. خب مومن بگو که امروز چگونه فعال هستند کاربران یا نه؟ از امروز آیا درباره معرکه فردای سیاسی نظرهایشون رو میدهند یا نه چی میگن میروند برای دهی یا خیر؟ کاربران شبکه‌های اجتماعی زیاد درباره انتخابات امروز ننوشتن، اما در اون مطلب‌هایی که در رابطه با انتخابات ما گذاشتیم شرح‌های دسترس شدند. اکثر آنها اظهار داشتند که به انتخابات نمیروند، ولی برخی دیگر نیز بودند که گفتند که از انتخابات هیچ منفعتی نیست و آنها نمیخوان در این معرکه اشتراک کنند. اونهایی که میگویند که ما نمیرویم رای نمیدیم گفتن که سببش چیه؟ سبب اکثر اونها میگویند که تقدیر انتخابات از پیش معلوم است و دیگر رفتن نرفتن اونها مهم است. البته نظر اینها است و در پایان اونهایی هم زیاد هستند که اینها رو میگویند که حرف شما نادرست است و باید در این معرکه مهم شرکت کنیم. خب به هر صورت ما فردا فرصت داریم تا ببینیم که تا کجا شهروندان تاجیکستان از حق خودشان استفاده میکنند و میروند برای انتخاب رئیس جمهوری تاجیکستان. و بار دیگر یادآور میشم بینندگان عزیز که ما فردا 3 برنامه مستقیم رو برای شما طول نیم ساعتی پیشنهاد خواهیم کرد و همچنین روز دوشنبه نیز همین گونه برنامه داریم که 2 برنامه خاص است. خلاصه ما با جمع همکارانمان شما عزیزان رو منتظر خواهیم بود و امیدواریم چون همیشه ما رو تنها نمیگذارید و خبرهای تازه را از رادیو آزادی پیگیری میکنید.